سلام بچه ها، من امیرالدو هستم و خوش اومدید به چنل امیرالدو. بچه ها گفته بودم یه راه دیگه هم پیدا کردم برای دانلود رینبو سیکس موبایل نسخه بتا که نمیدونم آیا روی گوشی دیگه هم هست یا نه، ولی روی گوشی شیائومی که این اتفاق افتاد و قابلیتش هست. اول از همه باید برین داخل تنظیمات گوشیتون، وارد تنظیمات گوشی میشید، میایید پایین وارد تنظیمات بیشتر میشین، این 3 نقطه منطقه یا منطقه رو میزنید و بچه ها منطقتون رو باید از روی ایران بکنید روی کانادا. این کار رو وقتی بکنید چند تا اپ اضافه میاد روی گوشیتون. حالا این اپ اضافه یکیشون میشه اپ مال. بچه ها اپ مال رو وقتی روش کلیک بکنین کاملا بیشتر همه بازی رو داره و اینجا رینبو سیکس موبایل. بچه ها بدون هیچ مشکلی میتونید دانلودش بکنید و نسخه بتا لازم نیست منتظر بمونین که تایید بکنن و برات خود به خود دانلود بشه از طریق گوگل پلی و خیال راحت میتونید بازی رو بزنید و دانلود کنید. همه آپدیت ها هم سری میاره. ممنون که بودین تا اینجا. لایک و ساب یادتون نره.